سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین در امروز نه برنامه ما میخوام یک فیرنی خوشمزه برایشون درست کنم دوستای عزیز. اینی هم که میبینین هیله، این هم که گلابه. 2 قاشق نانخوری گلاب گرفتم، 4 قاشق شکر میگیرم. باز اینی هم که 4 قاشق هم دبلیش گذاشتم. چیه؟ از این آردی جوری. دوستا بیننده باشین تا آخر ویدیو را. یک لیوان شیر، اینیم 2 لیوان، سه لیوان، استایم 4 لیوان کافیه دوستا. 4 لیوان شیر انداختم. لیوان چمی نه زیاد بزرگ نه زیاد کوچیک دیگه. هل میندازم داخلش. یک قاشق شکر، پنج قاشق شکر دوستا. 6 قاشق کافیه چون زیاد نمیخوایم شیریش نه. یم 4 قاشق که آردی جوریه دوستا. آبی گلاب رم داخلش میندازم. دوستا برای 2-3 دقیقه باید را هم بیزنیم. 3 دقیقه نه، برای 1 دقیقه که خوب هم شنه، هم بخوره با هم دیگه. دوستا میخوایم روشن کنم زیرش را. باید هم بزنیم تا که جوش باید. دوستان میریم کم یخش نه برای تمزین چی. باز بیننده باشین دوستای عزیز. دوستای عزیز این فیرنیز موجور شده. این سلگین که بسیار خوب شمده. دیگه تا ویدیوی بعد دیگه خداحافظ و خدا نگهدار شما دوستا.